یک صبح زیبای شوریان. صبح بزرگ شوریان. اینم کوه شوریان در حال طلوع آفتاب. گیاهای شفابخش. تپه های اطراف شوریان. دهه بزرگ شوریان. این دهه شوریان است. شوریان در واقع در 65-60 کیلومتری غرب و جنوب دوشنبه واقع شده است. شوریان با زیاده از 400 عائله خانوار یکی از کلانترین قشلاق‌های تاجیکستان به حساب می رود. در واقع این دهه یکی از دهه‌های باستانی تاجیکستان به حساب می رود. بسیاری از تاریخدانها بر این باورند که این قشلاق تقریبا 3500 سال قدمت تاریخی دارد. این دهه دارای 3 مکتب تحصیلات میانه عمومی و 4 مسجد و یک مسجد جمعه خانه می باشد. یکی از ویژگی های این روستا سکوت و آرامش آن می باشد که هر انسانی را مجذوب و شیفته خود می گرداند. نگاه کنید، اینم تپه اطراف های شوریان. پیستزارهای گرد اطراف شوریان محبوبیت آن را دوچندان کرده است. طبیعت بکر و دست نخورده شوریان در دنیا نظیر ندارد. شوریان یکی از بزرگترین صادرکنندگان پیسته در قلمرو تاجیکستان می باشد. یکی از ویژگی های دیگه شوریان اینه که ناگفته نماند سیرآب بودن آنه که در قلمرو جمهوری تاجیکستان یکی از سیرآبترین قشلاق های تاجیکستان به حساب می رود. با همین ترتیب سفر ما به پایان رسید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.